همیشه در آغاز سال جدید یه نگاهی میکنن پشت سر. نه خیر همیشه هم نیست. الکی کشکی از خودت حرف در نیار. بعض وقتها پشت سر یه جوریه که کلاهت اگه بیفته بر نمیگردی نگاه کنی. البته آی دکتر ما که نمیخوایم باعث ریزش تو نظام بشیم. نه خیر بفهم باعث ریزش هم بشو. تو نزده خیلی دارن میرقصن تو نظام. ناکه پس مریض این بحث سال گذشته رو باز میکنیم؟ مریض نیستیم، استراتژیکی هستیم. بحث سال گذشته رو باز کن وگرنه مجبور میشی وارد مصیبت‌های سال جدید بشی. بله با این مقدمه انگیزاننده میریم سراغ پارسال. آی دکتر یکی از حوادث جدی سال 90 که ترکشاش به 91 هم کشیده انتخابات بود. این داستان 13 تا لیست اصولگرا توی انتخابات چی بود؟ یه مقام عظما داریم، بعد 13 تا لیست مختلف که همشون هم به خونه هم تشنه هستن. اینا که همه به خونه هم تشنه هستن همشون جناح مقام عظما هستن. منم همینو بهشون میگفتم آخه، ولی مشنگ بودن نمیفهمیدن. انقدر لیستای شبیه هم دادن هی گفتم ندین که اصلا استراتژی انتخاباتی مقام عظما شده بود رانندگی تاکسی تو ژاپن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم بله میفهمودن یارو رفت تو ژاپن رانندگی تاکسی بکنه. هر کی دست براش بلند میکرد این بهش میگفت شوخی نکن ناکس، من که تو رو همین الان رسوندم اون بالاتر پیادت کردم. روشن شد یا همچی بزنم که بری تو ژاپن دنبال رانندگی تاکسی. آیه دکتر پارسال تو زمینه فعالیت‌های برون مرزی نظام سال موفقی نبود همچین بفهمید. البته فعالیتامون کم نبود. همین که موفق نبود دیگه. حادثه تروریستی تلخ واشنگتن رو داشتیم. آقای دکتر این حادثه که اتفاق نیفتاد چرا میگین تلخ؟ چه سگینا که همچین اف میاد انگار مجری تلویزیون CBS داره صحبت میکنه. مجری تلویزیون نظام یا فهمیدی یا نه؟ همین که اتفاق نیفتاد تلخ شد دیگه. مقام عظما حالشون گرفته شد انگار کردنش تو شیشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن که ببین فرق حادثه با فاجعه چیه؟ حادثه اینه که وقتی با شریکت رفتی قایق سواری یه مرتبه هلش بدی تو دریا، ولی فاجعه اینه که طرف شنا بلد باشه برگرده بیاد سر وقته روشن شد یا بندازم تو دریا دچار حادثه بشی. آیه دکتر یه اتهامات ناروایی در مورد دخالت نظام تو امور داخلی عراق مطرح میشه. 100 بار گفتم که مراعات کنن، دست گل به آب ندن، متهم مشهد بودن گوش نکردن، آخرش هم همه چی که نباید لو میرفت لو رفت. البته اتهامات نارواست، مگه چیکار کردیم؟ یکی رأی نیورده رفتیم آوردیمش سر کار، یعنی دست ضعیف رو گرفتیم. یه چند تا وزارت خونه‌شو دست گرفتیم که کاراشون درست بچرخه. یه مقدار نفتشون رو گرفتیم که مایه دردسرشون میشد. یه 30-40 هزار نفرم به کار گرفتیم که ایجاد فرصت‌های شغلی بوده و یه سری از این مأموریت‌های برون مرزی. حالا این شد دخالت تازه همش هم با نیت خیر بوده. ولی برو سر موضوع بعدی، این خیلی خطریه که داری راجبش فک میزنی این وسط. آیه دکتر اگه سر این که ارتباطات داخلی خارجیشون هم دست گرفتیم چیزی گفتن میگیم می‌خواستیم براشون کار خیر بکنیم. آیه دکتر تو که دیگه از بشنگی زدی فیروزآبادی رو سختانه کردی که تو گفتی اونا باور کردن که می‌خواستی کار خیر بکنی. مرحوم ابوی همیشه می‌فرمودن بزن بهادر. عرض می‌کردم بله می‌فرمودن که قاضیه به متهم گفت چرا دستتو کردی تو جیب این آقا؟ متهم گفت خب فکر کردم جیب خودمه اشتباه کردم. قاضیه گفت ناکس پس چرا پولاشو برداشتی؟ یعنی گفت بفرمایید که اختیار جیب خودم هم ندارن دیگه. حالا که دیگه ما رفتیم اونجا داریم این کار خیر رو می‌کنیم یه دونه ارتباطاتش هم دست نگیریم. آیه دکتر شما که این بحثا رو حل و فصل کردین چند تا بحث رو هم حل و فصل کنین تمومه. یکی سوریه اینجا باید اصلا بدجور خطریه. یه جمله هم راجع به دانشگاه آزاد بگین، یه اشاره هم به بحث تحریما و قربون آدم چیزفهم. تو میدونی آدم با معرفت چند تا حرف داره؟ نه خیر اگه پیدا بشه اصلا حرف نداره. تو که ما رو آوردی سر یه بحثی اینجوری میخواید به هر بحثی یه نوکی بزنیم، به جای استراتژیست مرغ میآوردی برات اینجوری نوک بزنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که یارو خسیسه رفت بکنی کی به تعمیر کاره گفت که نگاه کن یه قطره روغن بریز تو موتور، یه لیوان آبم بریز تو رادیاتور، یه لیتر بنزینم تو باک بریز. تعمیرکاره گفت داداش لاستیکت هم کم باده میخوای یه عدسه‌ای هم اون تو بکنم.
آیا دکتر تو سال نو هم بنا رو بر مسخره کردن حرفای من گذاشتیم. خب حرف مسخره نزن که مسخرت نکنن دیگه. حرف مسخره میزنی مسخرت میکنن. آیا دکتر شما آدم رو پریشون میکنه. پریشون چیه قربونت برم؟ تو پریشونه از اولش بودی قربونت. هر سوالایی که میکنی معلومه چقدر پریشونی. هی من خودمو نگه میدارم که تو سال جدید خونمو کسی کردی که آقا آیا دکتر زمان جمع کردن مسائل سال گذشته